وطن افغانستان باستان بسیاری از حوادث و تلخی ها آمدن، کسایی که خود را مسئول، مدبر، با کلتور، با فرهنگ، روشنفکر، با ایدئال تلقی کردن، با آرمان تلقی کردن و متحد در برابر مردم، گفتن که تمام کدورت ها و تضادهای دیروزه را با غلطی ها و اشتباهاتی که صورت گرفته است بگذارین یک سنگ کلان، بیایید که فردا را چطور حال فصل بکنیم، این معضلات را چطور از بین ببریم. ایست جهاد کبیر. یا الهی و جلالت و بزرگیت، دیگر در افغانستان آسمان کبود صلح بر فراز ما قرار داشته باشند، دیگر آه و زجه و ناله و فریاد بیوزنان و پیش سفیدان و مادران هر دم شهید ما با آسمان بلند نشود. بگذار و جای اشکهای چشمان یتیمان و اطفال و کودکان معصوم ما دیگر خنده ها همیشه بر لبهایشان دائم و قائم باشد. همه تان بگویید آمین یا رب العالمین. سوار تاجدار صلح، فدایت هستی من ای حبیب من، غرور من، شکوه من، نجیب من. تو رفتی و زمین و آسمان آتش گرفت یکسر و در کارگاه خشم جنگ همان سوداگران خون، همان آتش فروشان قدیم شهر، هزاران جامه از آتش، هزاران چادر از ماتم برای دختران و مادران کربلا دوختند. تو میدانی چی کردن ناسپاسان با درخت سبز آرمانت؟ بهاران را فروختند و خزان را ارمغان کردند. وطن بیداد سر می کرد، زمین از هیبت آتش چنان بر خویش می لرزید و ارس و اضطرابی ناتمام از جنگ. تو می دانی که خلق این وطن در خون شنا کردند، حمام خون را هر سو بنا کردند، هزاران خانه و کاشانه در هم ریختند، آخر فنا کردند. برادر با برادر در ستیز و جنگ، به هر سو ظلمت و نیرنگ. کجایی؟ کجایی ای دلاور، ای شهید نامراد من؟ کجایی ای سوار تاجدار صلح؟ بیا یک بار دیگر مهربانی کن و در بار خدا رو کن. دعا کن از صمیم قلب پاک خود، شفاعت با کلام راستین خویش کن بر ما، که تا دیگر ز دامان وطن این جنگ رخت بندد و صلح بر شانه های دود خاکستر چراغان خیمه افرازد. الهی تو بزرگی و جلالت و شکوهت با رحم و کرمت، به خاطر رسول مقبولت صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر شیر خودت، شیر خدا حضرت علی کرم الله وجهه، سالی که در پیش روز سال صلح باشد، سال آشتی ملی باشد، آشتی با برادران مسلمان باشد، سال عودت آوارگانی که در مهاجرت قرار دارند با برومندی و عزت به وطن باشد. همه تان